این کار انجام بده کمتر از 1 ماه خواستگار خیلی خوب برای دختر میاد و به ازدواج ختم میشه. یه خانم بسیار زیبا آمد پیش ما. میگفت سنم داره میره بالا. هنوز ازدواج نکردم. خواستگار خوب ندارم و اگر هم خواستگار میاد به ازدواج ختم نمیشه. دخترایی از من کوچیکتر هم ازدواج کردند اما من هنوز مجردم. آیا واقعاً همزاد عاشق من نمیذاره بختم باز شه؟ چی کار کنم؟ بله ممکنه. همزاد به دلیل ناسازگاری اسم فرد به مادرش در زمان تولد به وجود میاد و بهش میگن تابعه. قدرتمنده و به خواسته هاش میرسه. توی چند تا میتونه مانع ایجاد کنه. یکیش ازدواجه. ولی جای نگرانی این کار نیست. انجام بده کمتر از 1 ماه خواستگار خیلی خوب برای دختر میاد و به ازدواج ختم میشه. مشخصات ظاهری و باطنی و شغلی و اجتماعی که دوست داری شوهرت داشته باشه رو روی برگه بنویس. حتی جزئیات رو هم فراموش نکن. مثلا قد بلند و چشم زیبا و موی مشکی داشته باشه. اون تیکه کاغذ رو نگه دار، بهت میگم باید چی کارش کنی. سوره اذا جاء نصر الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله میاد اینجا و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا سبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. بسم الله پس اینجا سطر اول. اذا جاء نصر الله و الفتح ستون پایین و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا و سبح بحمده هم توی ضلع آخر که یه مربع تشکیل میشه در واقع. خب بعد وسط این مربع رو چیکار میکردیم؟ اسم خود فرد رو مینوشتیم و بعد به صورت ضربه در اینها رو چیکار میکردیم؟ از 4 گوشه میومدیم وسط یه توجه میدادیم کل سوره رو به کی؟ به اون فردی که ما می‌خوایم در موردش گره گشایی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. دوشیزه مکرمه محترمه، آیا به بنده وکالت میدهید تا شما